که هر یک کدام ما وقتی که در این نمونه فقط از حیات یک عالمی که در قرآن کریم ذکر شده است. علم بیولوژی تاجیکستان تلفات بزرگ داد. ما امروز برای آخرت یکی از این فرزندهای برومند خلق تاجیک، اکادمیک علم‌های جمهوری تاجیکستان، دکتر علم‌های بیولوژی، پروفسور، دارنده جایزه به نام ابوعلی ابن سینا در ساحه علم و تکنیک، خادم خدمتشان داده علم تاجیکستان و تکنیک تاجیکستان را برای آخرت وسیل کرده است. دستاوردهای اساسی آن شخص این عالم برجسته تاجیکستان برای بلند برداشتن ثمرناکی ضرورت‌های کشاورزی، برای غنی گرداندن محصولات بخش کشاورزی تاجیکستان نهایت سهم کلان دارند و چندین کتاب و مجله‌ها بیشتر از 500 توصیه‌نامه‌های علمی این عالم بزرگ تاجیکستان در جمهوری چاپ شدند، بیرون از جمهوری چاپ گشتند و بیشتر از 10 نفر دکترای علم و تربیت کرده رساندند، یک 25 نفر نامزدای علم و تربیت کرده